والا 2-3 ماه اینطورا بود که ما ناهار رو با اشرار میخوردیم. آره دیگه، منظورت یعنی چی؟ آره ببینید، با اشرار غذا میخوردیم، ناهار میخوردیم. این شروره بود اسمش، خدایا چی بود، ایدوک بامری. البته من و خواهرم نمیتونستیم تلفظ کنیم، اسمشو گذاشته بودیم عینک باقری. این ایدوک بامری از سردسته اشرار بود، رئیس کل راهزنا، رئیس کل قاچاقچیا. در کشتارها، جنگ‌های مسلحانه، کشتن ماموران نظامی ما، یه حدود 500 تا اینا کشته بود. دیگه چاپلوسی و دزدی و اختلاس و کشت و کشتار و اینا سردستشون بود دیگه. آره حدود 3 ماه تا 4 ماه هر روز میومد خونه ما، ناهار رو با ما میخورد. شما ناهار خوردین؟ میگم با خیارشور خیلی خوشمزه است. تر و جعفری اینا هم آره، با نون سنگک داغ. آره دیگه این میومد خونم و ناهار میخورد و ما کنار یه اشرار رو میشستیم، من و خواهرم، آبجیم و اینا، ننه بزرگم، اینا همه با همون ناهار میخوردیم. و حاج آقا هم می آورد 4 ماه اینم کنگر خورده بود، لنگر انداخته بود خونه ما. و بعدش هم که یه چند دفعه هم از بابامون تقاضا کرد که اگه بتونه مثلا من و خواهرمو ببره برای شکار آهو. برای که من بودو آهو بودو، که بابام گفت نه دیگه. ببین چطور بود که دیگه بابام به اون اشراره گفت نه، هیچی دیگه شکارم نتونستیم باهاش بریم. و اینم هیچی دیگه، اومد و رفت و اینا. که بعد رفت دیگه یه پوزشنامه نوشت و امان گرفت و یه شغل بهتری بهش دادن. آره بعدش حدود سالای 74 اینا بود و که این اتفاق افتاد. و بعدش هم که سوال کردید در مورد مثلا ما روزای تعطیلمون اینا رو چجوری میگذروندیم. والا حاج آقا خیلی فیلمای کمدی دوست داشت. ما خیلی کمدی دوست داشتیم، فیلمای کمدی. خب میخندیدیم به ریش ملت دیگه. یکی از این فیلمای کمدی که خیلی دوست داشت بودش بلک لیست آمریکایی بود. خب ما هم تو بلک لیست بودیم دیگه. یکی از دیگه فیلمایی که دوست داشت خونه کاغذی، امیدهای برباد رفته، حکومت لواطی، عشق بین باجناق‌ها خیلی دوست داشت. میخندیدیم اینا رو. این سریال فیلم عشق باجناق‌ها خیلی برامون جالب بود، خیلی اونو میدیدیم میخندیدیم. خب عشق باجناق‌ها دیگه که مواردش هم الان هست، خودتون دارید میبینید که 2 تا باجناق با هم عاشق هم دیگه میشن. آره والا هیچی دیگه همه اسرار و خاطرات رو براتون گفتم. این آرایش هم که امروز میبینید به خاطر افتتاحیه داشتیم برای خانه های موقت النکاح در لبنان، که گفتم قبل از که برم اونجا افتتاحیه کنم این ربانه رو با قیچی چیز کنم، پاره کنم، گفتم بیام این مصاحبه رو اول انجام بدم. البته چطور مامونده ها، این موقت ازدواج که 2 سال پیش بود که آبرومون هم رفت، یه 2 میلیون بود که آبجیم داده بود به خونه های موقت النکاح و لبنان از اون مدلی ها. خب این آرایش مال همون 2 خواهرای موقت النکاح هست که بنده هم خیلی به دلم نشست و تصمیم گرفتم که امروز در خدمت شما این مدلی باشم. یه خود باربی وار، مثل باربی هست که یه خود باربی بشه. چی میگن، اسموکی، بلک لیست، اسموکی. اینا خب خیلی چیزایی هست که ما علاقه داریم. سموکی آی شادو، بلک لیست. خب تا ما تو بلک لیست هم بودیم. آره دیگه برید. امیدوارم که از این مصاحبه لذت برده باشید. نهار خوردید؟ خیارشور یاد نره، خیارشور خیلی خوشمزه، بهش میچسبه. آره فیلم کمدی زیاد هست، این زندگی اصلا همش شده کمدی. امیدوارم که لذت برده باشید. تا اینترویوی بعدی، مصاحبه بعدی، فعلا بنده از خدمتون
از خدمتون مرخص شم که باید برم به نکاح موقت الخانه و لبنان، باید برم اونجا رو یه دیگر باید افتتاح کنیم، چون که ما در کار خانه های ازدواج های موقتی 1 ساعته، 10 دقیقه، 1 ماهه، 1 ساله، 10 دقیقه هم هستیم که الان به لیستمون اضافه شد. برید فعلا خداحافظ تا اینترویوی بعدی. راستی سابسکرایب و لایک یادتون نره ها، اونو دارید در حق من انجام میدید. فعلا خداحافظ.